درود، خوش اومدید به کیولیت سایکل، جایی که ترید کردن با تحلیل واقعی معنی پیدا میکنه. امروز هم قراره در واقع میخوام برای افرادی که 0 هستن و تازه میخوان فارکس شروع کنن یه دوره‌ای ضبط کنم که در رابطه با فارکس آشنایی پیدا کنن و بتونن با آموزشای تحلیل تکنیکالی که دادم به سوددهی برسن. ببینید، اگه شما نمیخواید مفاهیم فارکس رو ببینید، یعنی که نمیخواید بدونید تاریخش چی بوده، دلیل پیدایشش چیه و این چیزا، این قسمت به دردتون نمیخوره. میتونید از قسمت‌های بعدی که راجب پیپ و به سل چیزای دیگه صحبت میکنم ببینید. یعنی این قسمت در واقع مفاهیم پایه اینکه فارکس از کجا شروع شد، چطور بود فارکس و دلیل تشکیلش چیه و چیزای دیگه. خب بریم شروع کنیم ببینیم در واقع دلیل پیدایش فارکس چی بوده. این تعریف بازار مالی رو اول از همه باید بدونیم. این بازار مالی جایی که سرمایه‌گذارا و معامله‌گرا با هم تعامل میکنن. کسانی که پول اضافه دارن، یعنی سرمایه‌گذار هستن، سرمایه خودشون رو در اختیار افرادی قرار میدن که نیاز به پول دارن. مثلا یه شرکتی پول زیادی در اختیار داره، پولش رو میذاره تو بانک‌ها میخوان سود بدن، در واقع روی اون پول دارن کار میکنن، در واقع سرمایه‌گذاری میکنن روی شرکت‌ها و چیزهای دیگه که از سود ما رو پرداخت کنن. این کار هم به صاحبان سرمایه سود میده، هم به کسب و کارها امکان رشد و ترقی میده. نقش بازار مالی چیه؟ بازار مالی موتور محرک اقتصاد هستند. اگر کسب و کاری برای توسعه نیاز به سرمایه داشته باشه، از طریق بازار مالی سرمایه جذب میکنه. یعنی شما میخواید یه کاری رو استارت بزنید، میرید از بانک وام میگیرید و اون وام سود داره دیگه، سالی 4%، سالی حالا بستگی داره به اون بانک، متغیره. شما اون سودی که در واقع دارید پرداخت میکنن از وامی که گرفتید، بانک میتونه همون سودو به افرادی که در واقع سرمایه گذاری کردن داخل اون بانک پرداخت کنه و یه مقدارشو برای خودش برمی‌داره. قطعا افراد هم با سرمایه گذاری تو این بازارها میتونن پول خودشون رشد بدن. همین جریان سرمایه باعث افزایش تولید میشه، اشتغال گسترده میشه و اقتصاد توسعه پیدا میکنه. دارایی ها سریعتر نقد میشن. یعنی یک سرمایه‌گذار میتونه به سرعت داراییش رو بفروشه و به اصطلاح پول نقد داشته باشه. یعنی نقدینگی بازارها خیلی سریع و خیلی سریعه. خب انواع بازارها، ما بازار فارکس داریم که بزرگترین بازار مالی دنیاست که توی اون ارزهای مختلف در برابر همدیگه معامله میشن. مثلا دلار به یورو، یورو به دلار، پوند به دلار، USD JPY که میشه دلار به ین فکر میکنم. این بازار تمرکز اصلی آموزشه. در واقع ما داریم فارکس رو شروع میکنیم دیگه، اما اینکه ببینیم بازار دیگه چی هم در واقع خیلی بهتره. ببین، افراد با خرید سهام توی بازار سهام مالک بخش از یه شرکت میشن. مثلا نزدک 100 تا سهام برتر تکنولوژی و سود زیان وابسته به عملکرد اون شرکت، اون 100 تا شرکت در واقع. و اگه اون شرکت سهامشون بالا بره، نزدک رشد میکنه. اگه اون شرکت ها میانگینش منفی باشه و نزدک میاد پایین. بازار کالا، توی این بازار دارایی‌های فیزیکی مثل طلا، نفت یا محصولات کشاورزی معامله میشه. حالا ما با محصولات کشاورزیش کاری نداریم، ولی طلا یا نفت رو میتونیم ترید کنیم. نفت اسپرد بالایی داره، در ادامه میگم که اسپرد و چیزای دیگه چیه. بازار اوراق قرضه، ببین شرکت‌ها یا دولت‌ها برای تأمین مالی اوراقی رو منتشر میکنن که سرمایه‌گذارا میخرن و در مقابل سود ثابت دریافت کنن. ببین بازار اوراق قرضه برای ما زیاد مهم نیست. اهمیت شناخت بازار. شناخت بازار به ما کمک میکنه که فرد بدونه کدوم بازار با چه اهدافی و میزان ریسک پذیری سازگاره. مثلا فارکس ریسک بالایی داره، مخصوصا برای معاملات اسکالپی. همچنین بازار به هم وابستن. یعنی افزایش قیمت نفت میتونه روی ارزی کشوری که صادر کننده نفت تاثیر بذاره. مثلا نفت با در واقع USD CAD که میشه دلار به دلار کانادا تاثیر داره و بالا رفتن یا پایین رفتن نفت خیلی روی اون تاثیر میذاره. برای ورود حرفه‌ای به فارکس باید بدونیم این ارتباطات رو درک کنیم، مخصوصا توی سبک ما که در واقع بر اساس نقص‌های کورلیشن کار میکنیم. اگه نمیدونید نقص کورلیشن چیه، میتونید سرچ کنید توی اینترنت و مفهوم سادهش رو بهتون میگه، یا به هوش مصنوعی بگید. تو این بخش میخوایم تاریخچه و فلسفه شکل‌گیری فارکس رو بگیم. چرا مطالعه تاریخ فارکس مهمه؟ چون تاریخچه مبادلات ارزی دیگه، اینکه ما بدونیم این از کجا شروع شده.
به این بخش هم در رابطه با بازرگانی باستان تا بازارهای بین‌المللی مدرن. تاریخچه مبادلات ارزی. مبادلات ارزی ریشه در نیاز به معاوضه کالا داره و خدمات بین جوامع مختلف. یعنی چی؟ در زمان گذشته میدونید دیگه، طلا میدادن، مثلا گندم میگرفتن یا پنبه میدادن، جو میگرفتن و اینجور مبادله، یعنی در واقع کالاها رو با هم مبادله میکردن. وقتی کشورها به تجارت بین المللی پرداختن، نیاز به تبدیل یک ارز به ارز دیگه پیدا شد. یعنی شما میخواستید در واقع از آمریکا برید انگلیس، خب باید اصولا تبدیل به پوندش کنید و اون پونده باید ارزشش نسبت به طلا در واقع سنجیده بشه. در طول قرن‌ها این تبدیل‌ها از طریق مسیرهای تجاری مختلف مثل طلا و نقره بود. در نهایت سازوکارهای مالی دولتی صورت گرفت تا اینکه در قرن 20 یعنی در 1900 به بعد از جنگ جهانی دوم چارچوب‌های مدرن برای مدیریت نرخ ارز شکل گرفت. مطالعه تاریخ به ما کمک میکنه سازوکارها، شوک‌ها و تغییرهای سیاست‌های پولی را بهتر بفهمیم و ریشه نوسانات کنونی را تشخیص دهیم. این حتی سیاست روی فارکس تاثیر میذاره. الان جدیدن روی کریپتو هم داره تاثیر میذاره. پس در واقع امور سیاسی یا پالیتیکس خیلی مهمه. استاندارد طلا. ارزش پول بر پایه طلا در واقع قبل از جنگ جهانی دوم اینطوری بوده. تا اوایل قرن 20 بسیاری از کشورها از استاندارد طلا استفاده می‌کردن. این پول کشورها به طور مستقیم به طلا وصل می‌شد و این امر ثبات نسبی نرخ ارز رو فراهم می‌کرد. با وقوع جنگ‌های بزرگ و تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان، فشارهایی بر این نظام وارد شد و در نهایت کشورها به سمت مدیریت دولتی تر نرخ‌ها گام برداشتند. شناخت این دوره مهمه چون الگوهای ثبات و بحران ارز از اون زمان تأثیر بلند مدتی داشته که بر سیاست‌های پولی. ایجاد بانک جهانی در سال 1944. سیستم نرخ ثابت بر پایه دلار قابل تبدیل به طلا. در جولای 1944 کشورهای پیرو جنگ در کنفرانس برتون وودز جمع شدند و چارچوبی برای نظم پولی بین‌المللی تعریف کردند. واحدهای پولی به دلار آمریکا پیوند خوردن و دلار برای دولت‌ها و بانک‌های مرکزی قابل تبدیل به طلا شد. هدف این بود که ثبات نرخ ارز، رشد تجارت بین الملل و جلوگیری از رقابت در کاهش ارزش ارزهای مختلف فراهم بشه. این نظام تا اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 نقش داشت و بعدش عوض شد. نیکسون شوک و انتقال به ارزهای شناور، یعنی پایان نظام برتون وودز. نیکسون شوک 15 اوت 1971 تعلیق کرد قابلیت تبدیل دلار به طلا رو. اوایل دهه 1970 حرکت به سمت نرخ‌های شناور شتاب گرفت. این فشارهای ارزی، کسری‌های بودجه و خروج ذخایر طلای آمریکا باعث شد دولت آمریکا توی سال 1971 قابلیت تبدیل دلار به طلا رو در واقع بچینه در واقع، یعنی معلقش کنه. این تصمیم که به نیکسون شوک معروف است عملاً پایه‌های نظام برتون وودز رو از کار انداخت و تا اوایل 1973 بسیاری ارزهای اصلی به سمت سیستم نرخ شناور حرکت کردند. این تحول نقطه عطفی بود که بازار بین المللی ارز را به شکلی آزادتر و پرنوسان‌تر تبدیل کرد. این دقیقاً همون جایی بود که بازار فارکس مدرن شکل گرفت و الان ما داریم تریدش میکنیم. شکلگیری بازارهای بین بانکی و رشد معاملات خارج از بورس یا OTC. ظهور بازارهای بین بانکی و معاملات OTC، 24 ساعته شدن بازار و توسعه بازار منطقه‌ای. توی این اسلاید اینا رو متوجه میشه. ببین با حذف نرخ‌های ثابت، بانک‌های بزرگ جهانی نقش اصلی در بازارهای ارز پیدا کردند و بازارهای بین بانکی، اونجایی که بانک‌ها به طور مستقیم با هم دیگه تبادل میکنن، معامله میکنن، به هسته اصلی معاملات تبدیل شد. بازار کم کم 24 ساعته شد چون ما هم آسیا رو داشتیم، هم اروپا و آمریکا. اینا پشت سر هم بودن دیگه. اینم دقت کنید که 24 ساعته نیست. ما فکر کنم یه 2-3 ساعت اختلاف داره، از ساعت 12:30 بستگی به در واقع ساعت جهانی داره که چون یه ساعت جلو عقب میشه توی اروپا و آمریکا، ولی 2-3 ساعت بینش ما بازار کاملا بسته میشه. و اینم بگم بازار فارکس برخلاف کریپتو هر روز نیست، یعنی شنبه تعطیله. معاملات خارج از بورس که بین بازیگرای بزرگ انجام میشد
تا امروز ساختار اصلی بازار فارکس رو تشکیل میده. دیجیتالی و الکترونیکی شدن در نتیجه ظهور پلتفرم‌ها، از در واقع تلفن‌ها تا الان پلتفرم‌های الکترونیکی که داریم با متا تریدر و حالا چیزهای دیگه کار می‌کنیم. ببین از دهه 1980 به ویژه توی دهه 1990 فناوری ارتباطی و پلتفرم‌های الکترونیکی باعث سرعت‌گیری و شفافیت بیشتر قیمت‌گذاری شد و کاهش هزینه‌های معامله رو باعث شد. ببینید اینجا دقیقاً جایی بود که مردم عادی به راحتی تونستن به بازار ورود کنن و در واقع ما تریدرهای ریتیل یا تریدرهای خرد تونستیم به مارکت ورود کنیم. ساختار امروزی و شرکت کنندگان اصلی: بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ، بروکرها، معامله‌گران خرد و بین بانکی و پلتفرم‌ها الان نقش‌آفرین هستند. در حال حاضر امروز فارکس بازاری بزرگ با بازیگرای متنوع پشت پرده. بانک‌های مرکزی میتونن با مداخله نرخ ارز رو تحت تاثیر قرار بدن، میتونن با افزایش و کاهش نرخ بهره تأثیر مستقیم روی نرخ ارز بذارن. بانک‌های بزرگ قیمت گذاری میکنن، صندوق‌ها و شرکت‌ها، مؤسسات برای پوشش ریسک وارد میشن و معامله‌گران خرد که ما یک قطره از این اقیانوس هستیم از طریق بروکرها و پلتفرم‌های آنلاین مثل متا تریدر، مش تریدر و چیزهای دیگه به صورت آنلاین دسترسی پیدا کردیم به این بازار. ساختار به این معنی که بخش عمده از معاملات مستقیما بین طرفین انجام میشه دیگه، اگرچه پلتفرم‌های الکترونیکی مرجع قیمت و نقدشوندی هستن. تفاوت فارکس با سایر بازارها، بورس و کریپتو و چیزهای دیگه. ببین فارکس تا الان بزرگترین بازار مالیه. حجم معاملات روزانه‌اش بیشتر از 6 تریلیون دلاره. بازارش 24 ساعته است و غیر متمرکزه. و همونطور که گفتم شنبه یک شنبه تعطیل. فارکس بازاری جهانیه برای مبادله ارزها. هیچ مرکز واحدی نداره، به همین دلیل تقریباً در تمام طول شبانه روز فعاله. همین ویژگی‌ها باعث شده نقش‌بندی و عمق این بازار بالا باشه. تفاوت فارکس با بازار کریپتو: ببین فارکس بازار رسمی و ریشه‌داریه، گذشته خوبی داره، حجم معاملاتش بالاست، اما کریپتو تازه است، پرنوسانه، منطقی هم پشتش نیست اصولا. فارکس حجم بالاتری داره و نقشه‌بندیش هم بیشتره. کریپتو 24 ساعته بازه حتی آخر هفته، اما فارکس شنبه تعطیل و 2-3 ساعت هم آخر شب تعطیله به تایم ایران. فارکس بازاری قدیمی، ساختارمنده، با مشارکت دولت‌ها و بانک‌هاست، اما بازار کریپتو جدیدتر، کمتر قانون‌گذاری شد که الان داره قانون‌گذاریش بیشتر میشه، مخصوصا توی آمریکا، و به شدت پرنوسانه. حجم معاملات فارکس خیلی بیشتره و امن‌تره در واقع. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ببین هر بازاری جذابیت خودشو داره، اما فارکس به دلیل حجم بالا، نقشه‌بندی، دسترسی جهانی و امکان معامله در هر زمان برای بسیاری از معامله‌گرا به گزینه اول تبدیل شده. البته همین ویژگی‌ها باعث میشه که ریسک اونم بیشتر باشه، نیاز به آموزش خیلی قوی، نه اینکه سبکای کلاسیک و مزخرف و اینا، نه، با سبکای درست حسابی که دارن سود میدن توی بازار رو یاد بگیرید. و مدیریت ریسک خیلی مهمه توی این بازار. باید شما مدیریت ریسک قوی داشته باشید. این قسمت تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. با لایک، کامنت و ساب میتونید منو خوشحال کنید که فعالیتم پرقدرت ادامه بدم. همچنین میتونید از چنل تلگرام و گروه تلگرامی که در واقع آیدیشو این پایین میذارم سوالاتون رو بپرسید. هم من هستم، هم ادمینا، هم دوستان دیگه که تجربه دارن میتونن شما رو کمک کنن که تو این بازار به سوددهی برسید. و اگه سوالی چیزی هم باشه در هر رابطه‌ای راجع مارکت‌ها میتونن به شما پاسخ بدن. تا ویدیوی بعدی، بدرود.